داستان این قراره که متهم ما دمدمای صبح از خواب بیدار میشه تا کاراشو بکنه و بره سر کار. این فرد خانواده شهرستان بودن و توی خونه تنها بوده که ناگهان حس میکنه کلید توی قفل در خونه میچرخه. متهم این پرونده میگه که دمدمای صبح یه جوون 30 ساله پا به رهنه میخواسته وارد خونش بشه که اینم باش درگیر میشه و نهایتا منجر به قتل این فرد میشه و قصد اون فردی هم که میخواسته وارد خونه بشه دزدی بود. قاضی ازش سوالای تخصصی که لازمه رو میکنه، قاضی پرونده، و بعد این فرد رو در اختیار کارگاه دایره قتل مشهد قرار میده تا پرونده پیگیری بشه و زوایای پنهان این جنایت هولناک آشکار بشه. تحقیقات گسترده‌ای با نظارت رئیس پلیس آگاهی مشهد برای ریشه یابی حقیقت ماجرا شروع میشه. توی همین حال متهم پرونده یه سری مصاحبه‌ها باش انجام میشه که خبرنگارا باش انجام دادن و به بخشی از سوالات درباره این قضیه و زندگی شخصیش پاسخ میده. بیمتی الان من نقش خبرنگاره رو بازی میکنم، تو هم نقش متهم بازی کن. اسمت چیست؟ رسول. چند سال داری؟ متولد 1370 هستم. اهل مشهدی؟ نه، در شهرستان لاین به دنیا آمدم. تا چه مقطعی تحصیل کردیم؟ در رشته علوم انسانی دیپلم گرفتم. پدر مادرت در قید حیات هستن؟ پدرم زمانی که جوانی 15 ساله بودم به دلیل بیماری سرطان خونی که داشتش از دنیا رفت، چرا که این بیماری درگیر کلیه ها و کبدش هم شده بود. اما مادرم هنوز خدا رو شکر در قید حیات هست. مادرت به تنهایی زندگی میکنه؟ نه، یک برادر کوچکتر دارم که محصله، ولی مخارج مادرم رو من میپردازم. به چه شغلی مشغول بودی؟ از حدود 1 سال قبل در بخش خدمات یکی از دانشگاه‌های معتبر دولتی کار میکردم، مشغول به کار بودم. متأهلی؟ بله، دختری خردسال هم دارم. به مواد مخدر هم اعتیاد داریم؟ نه، به هیچ وجه. من با اینکه در شرایط سخت اقتصادی بزرگ شدم و با کارگری روزگارم رو میگذروندم، هیچ وقت به سمت اعتیاد نرفتم و اوقات فراغت هم رو با ورزش پر میکردم. در چه رشته‌ای ورزش میکردی؟ بیشتر در رشته فوتبال 2 میدانی بودش که در رشته 2 میدانی مقام‌های روستایی و عشایری هم به دست آوردم. چند سال قبل ازدواج کردی؟ بودن 5 سال پیش. با همسرت چگونه آشنا شدی؟ قبلا توی شرکت تولیدی کیک و کلوچه کار میکردم که همسرم رو اونجا دیدم و بهش پیشنهاد ازدواج دادم و ایشون گفتش که باید با خانواده‌ام صحبت بکنم و منم بعد انجام تحقیقات مرسومی که باید انجام میدادم به خواستگاریش رفتم و چون که این خانم هم توی اطراف یکی از روستاهای لاین زندگی میکردش به خواستگاریش رفتم. گفتیم در شرایط سخت اقتصادی بزرگ شدی، چرا؟ بله، چون پدرم یه کارگر ساده بود و بعد از مرگ اون خیلی ما توی وضعیت نامناسبی قرار گرفتیم و بعد اون مادرم با کارگری در منازل مردم مخارج ما رو در می آورد و من هم مجبور بودم با کارگری به مخارج زندگیمون کمکی بکنم. منزلی که توی اونجا جنایت رخ داده اجاره‌ای بوده؟ نه، من بعد از ازدواج با همسرم با تحصیلات بانکی ازدواجمون و پس‌اندازها و مقداری هم قرض از دیگران اون ساختمون و اون واحدی که داشتیم و 5 سال پیش خریدیم. قتل چی بوده؟ چجوری اتفاق افتاد؟ برای نماز صبح بیدار شده بودم تا بعدش برم سر کار که ناگهان حس کردم کلیدی در قفل منزلم چرخید و هراسان و سرسیمه به سمت درب منزل رفتم. توی اون لحظه بودش که همسایه طبقه بالاییمون توی مقابلم دیدم، روبروی خودم دیدم که با یه چاقو
روی در منزلم هستش. منم با او درگیر شدم و چاقو رو از دستش گرفتم و اونا 2 نفر بودن که یکیشون اون اتفاقات افتاده بود ترسید و فرار کردش و من هم چاقو رو از دستش گرفتم و ضرباتی بر قفسه سینه و پیکرش وارد کردم. چرا تصور کردی که اونا برای سرقت اومدن؟ چون قبلا هم یه چند باری وسایلی از ساختمونمون گم شده بود و همسرم هم 1-2 بار بهم گفته بود که صدایی از در قفل خونه میاد و انگار کسی میخواسته وارد خونه بشه. الان از وقوع این حادثه پشیمونی؟ خیلی زیاد واقعا پشیمون هستم و با خودم میگم که کاش زمان برگرده عقب و من هیچ وقت همچین کاری رو نمی کردم و تو اون لحظه خیلی تحت فشار بودم و ترسیده بودم و خیلی واقعا عصبی بودم و کنترلم دست خودم نبود و کاش برمیگشتم به اون لحظه و هنگام که چاقو رو از دستم میگرفتم هیچ کاری انجام نمیدادم. از دوران کودکی چیزی یادت هستش؟ دوران کودکی من با کمک کردن دیگران به من میگذشت و مادرم حتی برای ما لباس‌ها و کفشای دست دوم میگرفت. با وجود اینکه وقتی به سن نوجوانی رسیدم به سمت کارگری رفتم و به کار چسبیدم و هیچ وقت کار خلافی انجام ندادم که امروز شرمندش باشم. با همسایت یعنی همین فرد مقتول ارتباطی هم داشتی؟ ارتباطی آنچنانی با هم دیگه نداشتیم چون برای اولین باری که دیده بودمش 4 ماه قبل بوده که برای پرداخت هزینه آب مصرفی ساختمونمون دیده بودمش و پیشش رفته بودم چون که کنتور آب ساختمون ما یه دونه هستش و تمام ساختمون از اون کنتور استفاده میکنن. یعنی برخوردی با اون نداشتی؟ نه چون اصلا توی تایم مشخصی با همدیگه به منزل نمی اومدیم. پایانی چیزی؟ کاش هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد چون الان 2 تا خانواده کاملا درگیر این ماجرا هستن و خانواده خودم هم کاملا آواره هستن و یک جوانم این وسط جونش رو از دست داده. کاش اون تایمی که وارد منزل من میشد عاقلانه تصمیم میگرفتم و هیچ وقت اون کار رو انجام نمیدادم. درست. خب این پرونده و مصاحباتی بودش که مهدی توی تاریخ 30/10/403 یعنی خیلی الانی که ما داریم اینو ضبط میکنیم اتفاق جدید بوده. خب تحقیقات ابتدایی و داره صورت میگیره بعد حالا باید جزئیات مشخص بشه تا ببینن چه اتفاقی واقعا افتاده، خصومت شخصی نبوده باشه، مشکلی نبوده باشه که حالا بعد دوباره تصمیم گیری دیگه انجام بشه. تا اینجا ما اطلاعات داریم. حالا اینو بذار کنار، به عنوان یه شخصی که فکر کن مثلا زن و بچه داری توی یه خونه زندگی میکنی، حالا ما فرض رو یه ذره راحت تر هم میکنیم مثل این آقا خونه تنهایی، یعنی مثلا نمیگیم زن و بچت هستن که مورد خطر باشن. آره تو توی این شرایط چی کار میکنی؟ این واقعا تصمیم گیریش خیلی سخته که یهو ببینی یه نفر داره به حریم شخصی تجاوز میکنه و وارد خاک تو میشه. یه جورایی میشه گفتش یه ساختمونی که داری میگیری، واحدی که داری توش زندگی میکنی و امثال اینا، یه جورایی میشه گفت خاک توه. آره منم دقیقا موافق تو هم. مثل این میمونه که یکی حمله میکنه به کشور، مثلا همین جنگ ایران و عراق نقش متجاوز به خاک رو داشت، ما نقش مدافع رو داشتیم دیگه، ولی تو این دفاعه ما هم از عراقی ها رو کشتیم توی اون سالها. یه مقدار حالا ما توی سطح قانونی بالا و اینا نیستیم که بخوایم درباره اینا صحبت کنیم، ولی یک مقدار به عنوان یه فرد جامعه نظرم فقط احساس میکنم که قانونمون در این باره یه مقداری مشکل داره. مثلا چیزهایی که من خوندم اینه که مثلا اگه دزدی وارد خونت شده باشه، تو یه کاری کنی که اون به ترس سکته کنه، مقصری بعد دیگه پرداخت کنی اینا.
نباید با دزد درگیر بشی. و حتی اگه درگیرم میشی و اتفاقی برای اون دزد میفته، تو باید ثابت بکنی که اون کسی که اومده وارد منزل من شده و داره دزدی میکنه قصد جون منم داشته. یعنی اگه تو ثابت نکنی قصد جون تو داشته و تو اونو بکشی، تو محکوم به اعدام میشی. حالا من ببین پرونده‌های اینجوری رو زیاد مطالعه نکردم، نمیدونم واقعا کسی که دزدی رو کشته باشه اعدام میشه یا نه، چون که تهش به این میرسه که آقا فردی که این کارو انجام داده حالت عادی نداشته، ترسیده و دفاع از خود کرده. حالا محکوم به این میشه که باید جزای نقدی پرداخت کنه و مثلا هر جرمی یه بخش عمومی داره، یه بخش مثلا شخصیش که با اون فردی که درگیر بوده و اینا داره دیگه، مثلا دوران عمومی جرمشو بگذرونه و اینا. ولی فکر نمی‌کنم که نمیدونم، الان نمیخوام حرفی بزنم که کسی رو اعدام کردن به خاطر اینکه دزدی و توی خونش کشته، ولی فکر می‌کنم اگه ثابت کنه که واقعا ارتباطی بین این دوتا شخص وجود نداشته و این فرد وارد خونش شده و توی خونه باهاش درگیر شده و کشته باشتش، فکر نمی‌کنم اعدام داشته باشه. یعنی میشه، راهی هستش که اعدام نشه. ولی مثلا من کشور آمریکا رو خیلی دوست دارم درباره این قانون، اینکه اگه فردی متجاوز محسوب بشه و وارد خونه شما بشه، شما بکشیش اوکیه، ولی مثلا چون اسلحه دارن دیگه، ولی اگه مثلا با تفنگ تهدیدش کنی مشکل داره. یه کشیدی بزن، بعدش هم زنگ میزنی اداره 991 شون، بعد میگی که آقا یکی اومده بود تو خونه ما داشته دزدی می‌کرده، من زدمش. بعد میان و بررسی میکنن و اونجا هم باز بررسی میشه که مشکل شخصی نبوده. یعنی مثلا کسی که این کار کرده یه مدتی اداره آگاهی و اینا درگیر میشه، ولی فکر میکنم اونور با این قضیه قشنگتر برخورد میکنن. و یه چیزی که دزدای توی ایران مشکل داریم باهاشون اینه که قانون یه جوریه که انگار به دزدهای ما جرأت میده. حس میکنم یا نه که قانون پشتشون باشه، مدل قانون نگاری درباره این اتفاقات یه جوریه که انگار اونا میدونن که چی کار کنن. آره بعد یه ذره قانونه بازم در مورد قانون بازم میگیم، ما هیچ تصمیمی نمیتونیم بگیریم. نه ما فقط نظرمون رو میگیم. آره من به عنوان یه شهروند، مهدی به عنوان یه شهروند یه نظری رو میگه، حالا یا گوشه شنوایی ها یا نیست دیگه خودشون. خلاصه که آقا مهدی، سینا هستم و خسته نباشی.